بینندگان عزیز، این از قسمت دوم پروگرام ما با هنرمند جوان و مستعد ما مونی جان شادمان که قسمت اول برنامه را هفته پیشتر شما دیدین. حالا شما زیادتر منتظر نمیمانیم، میریم به برنامه. تشکر. خب بینندگان عزیز، مونی جان بیاین بریم دیگه تا که دل ما میخوایم رو سوال پیش خب مونی جان نازنین، بعد از این آهنگی که راحتی که گفتین، یعنی شما را آهنگ بخیر نشر میکنین، آهنگ کمپوزیناش تمام شده؟ همش درست است؟ اودیو هم کلا شده و تشکری میکنم از شادمان، دوست بسیار خوب است. یکی از موزیک دایرکتورهای بسیار خوب کشور ما افغانستان. یه آهنگ برام کمپوز کردن، موسیقی کردن و کمپوزی آهنگ است هندی است و شعر آهنگ است از پدر عزیزم است که از دور هستم. سلام ما برشان برسن، خانم محترم. سلام تقدیم میکنیم برشان، خدا کنه برنامه رو ببینن دیگه انشالله که بازدید انشالله یه آهنگ کلک میکنم بخیر اگه زندگی بود. بسیار عالی، خوش هستیم آهنگای خوبتر و بهتر شما رو ببینیم. مونی جان گل، بغیر از اینکه پیش از اینکه شما واسخوان نبودین 4-5 سال پیش چی مصروفیتی داشتین؟ خب من متعلم مکتب بودم، فقط درس میخوندم بس. درس میخوندم؟ فقط متعلم مکتب بودم، درس میخوندم، کورس‌ها رو تعقیب میکردم تا که آوازخوان شدم و مکتب خلاص کردم، مصروف کار ملی خود شدم. وقتی که شما در ژرمنی آمدین، وقتی که شما شروع میکنین زندگی را نو تازه شما به مملکت نو آمدین و حالا چی میخواین بغیر موسیقیتان که کدام کار دوام داشته باشین یا فقط میخواین که با موسیقیتان باشین؟ خب به نظر من از کار موسیقی با آمدن بسیار مشکل است. میخوایم که یک کار را پیش بگیرم و همین کار موسیقی برای ما بهتر است. میخوایم که مصدر خدمت با مردم خود باشه با کوالیتی بالا. میخوایم زیاد کار کنم. بسیار عالی. روز اول که ما شما از نزدیک دیدیم، با هم صحبت کردیم و میخواستیم که در برنامه اینا صحبت کردیم، یک سوالتان بسیار خوشم آمد. از ما سوال کردیم، گفتیم که چی رقم هنرمندا را شما دعوت میکنید برنامه‌تان؟ زیاد دوست آمد از سوالتان، چون شما میفهمید که برنامه هنر تقریبا 4 سال است که هست و واقعا هنرمندای بسیار بزرگ که من خودم افتخار از این مسئله را داشتیم، واقعا من افتخار میکنم استادای بسیار بزرگ به این برنامه آمدن. و ما وقتی که از شامل شما یک مذاق کردم، گفتم باشه یک آهنگ تا بشنوم، حالی که ما آهنگای شما رو شنیده بودم. واقعا وقتی که یک آهنگتان رو پلی کردم دیدم به حد صدایتان مقبول و بسیار گرنده بود و شما که از جوانایی هستین که یعنی به سیستم اساسی پیش میرین موسیقی را. از اون لحاظ ما همیشه سوالا را از هنرمندای بزرگم کردیم، از تازه کارم کردیم. به نظر خودت دار خود میفهمی که جوانای ما بسیار علاقه گرفتن به موسیقی. چی طبقه اوناس باشه، چی طبقه ذکور باشه، اینا میخواین آوازخوان شون. اما ما استعدادای بسیار خوبم داریم در بین که واقعا استعدادشون عالی است و ارزش زیر داره که آوازخوان شون. اما استعداد هم است که شاید تا استعداد در بینشان باشه اما به حساب امیانه آماده نباشن. من فقط سوال با شما جواب شما بکنید. به نظر یک هنرمند جوان هستین شما خودتان و میدونم پیش گرفتین، نظر شما برای هنرمندایی که میخوان، کسایی که میخوان آوازخوان شون و میرا را پیش ببرن چی است؟ خب کسایی که میخوان آوازخوان شون، بله. خب کسایی که آوازخوان میشن، اولین چیزی که برای آوازخوان ضروری است احساس مهم است. به نظر خودم است، چون من نمیخوایم بالاتر با موسیقی گپ بزنم، بخاطر که از توانم بالا است. رابطه با موسیقی بحث کردن از توانم بالا است، نمیخوایم درباره موسیقی بحث کنم، چون شخصا خودم میگم که زمانی که ما آوازخوان شدم نمیفهمم که آوازخوان شدیم نشدیم دیگه، به خدای پاک مردم معلوم است دیگه. احساس برای شخصی که آوازخوان میشه مهمتر است. زمانی که احساس پیدا کرد، خداوند گل به کلگی داده. خداوند همین انجره را همین گل خداوند به کلگی داده. برای ما هم داده، به شما هم داده، به کسی دیگه هم داده، بر تمام مردم خود داده. اما طریقه استفاده مهم است که چه قسم باید ای آواز خود بکشه و چه قسم از این استفاده کنه. بس خلاص احساس وقتی در وجود انسان که آمد، آواز خود به خود ببره. بسیار عالی. یک چیز دیگه که متوجه شدم در آهنگای خودت و بعضی جوانای دیگه ما که در برنامه ما بودن که لیاقت از این داشتن، خب خود نمایی نشه که در برنامه یعنی شامل شوند. به نظر خودم شخصا و حتما این نظر خودم تایید میکنی،
شعر کامپوز بسیار مهم است. بسیار مهم است. بسیار مهم است. حداقل شعر یک معنی داشته باشه که شنونده از اون چیز لذت ببره. من خودم وقتی یک آهنگ میشنوم اول به شعرش فکر میکنم که شعر چقدر برای حساب ما شما عامیانه ما شما میگیره، چقدر میگیره و چقدر مزه میده ما میکنه واقعا. و بعضی وقتا شما خودتون خب میفهمید مونی جان یگان شیرا و یگان کمپوزایی است که آدم واقعا حیران میمونه که از این چی جور شده. مثلا من دوانگای خودت که دیدم شعرهایش بسیار خوشم آمد. انتخاب شعرتان بسیار عالی است و کمپوزش هم بسیار مقبول است و شما به آهنگ بیابارانتان امیال زمزمه کردین. کامرامین ما یکی از کامرامان‌های بسیار خوب هستند که از یکی از مردمای کردی ما هستن. واقعا بسیار تعریف کردن صدای شما را، چون اگر که نمیفهمم اما صدایشان رو صدا را چیز خوش کردن. شعرهای شما را براتون کی انتخاب میکنه؟ خودت انتخاب میکنی یا یک کسی هست که برات انتخاب میکنه؟ نه، شعرهای ما 6 پارچه هم خواندیم و 6 پارچه هم شعر پدرم انتخاب کردن، چون پدرم شاعر هستن دیگه. بسیار زیاد شعر داره. اما نمیفهمم چرا که پدرم شعرهای خود کتاب جور نمیکنه. چند بار که پرسان کردیم که شعرهایتان زیاد است، چون نمیخواین کتاب جور کنیم یک راز باشه. پیش خودم هست یک روز باز من کتاب جورش میکنم. حتما پدرجان محترمم اسمشان شادمان است. گل محمد شادمان. آقای شادمان از سلام از طرف ما برای همه شما، برای همه اعضای فامیل اگر برنامه ما رو میبینید و ما اصلا خواهش داریم که شعرهای شما یک گنجینه است، او را بکشید، پیش خود نگاه نکنید. واقعا شعرهای بسیار مقبول. ما از شما تشکر میکنیم و از شما تشکر میکنیم که بسیار بسیار با استعداد بر جامعه افغانی تقدیم کردیم. بسیار بچه مؤدب، بسیار بچه خوب، بسیار یک دوست خوب. واقعا افتخار از افغان هستیم. منیر جان گل، بسیار خوش هستم باز هم که در برنامه ما هستیم. میخوایم از بعضی سوالایی را بکنم که شاید کسایی که کالش خودت میبینن بهشون سوال پیش من بسیار وقتی که برنامه تمام میشه بر میدان فرار اولین کسی که واقعا برنامه من همیشه هیچ وقت مثل نمیکنه ببینم مادرم است و او باز میگه که هیچ چیز رو سوال نکردی. یک سلام خاص به مادر جانتون. تشکر. خدا کنه برنامه رو ببینم. مزه کنم. امروز هم گفتم که من میرم برای منیر جان برنامه دارم. سلام خاص براتون. زنده باشین. لطف میکنم. ما هم از طریق تلویزیون، از طریق پرده، از طریق اسکرین تلویزیون براتون تقدیم میکنم. خدا کنه که تو جور صحتمند باشین. یک پروژه پیش تلویزیون تون بگیریم کلا برنامه رو سعی کنید. ان شاء الله. پس همین سوال از پیش ما بکنیم. سوال هایی که هست خودت تصمیم داری که یگان کنسرت هم یعنی در پلان بعدی تان نمیگم دفعتاً پلانای بعدی هم هست که کنسرت های داشته باشین که مردم ما بیاین و شما را از نزدیک ببینن، چون شاید بسیاری کسا آرزو داشته باشن. خب یگان آرزوی بزرگم که دالمان آمدم همیشه خواه میبینم. بله. گفته امیانه براتون بگم خواه میبینم. مثلا همیشه که در فکرم هست یگان خواه که بسیار بزرگم از کنسرت هست. بسیار عالی. و صرف برای مردم افغانا، برای کسایی که مرا دوست دارن، برای کسایی که مرا دوست هم ندارن، صرف برای افغانا است. انشالله اگر زندگی بود زمینه برای مساعد شود ما در خدمت مردم خود هستم. انشالله. این وعده هم برای مردم عزیز خود است. متوجه باشین آقای شادمان که در پیش 2 کمره وعده کردی. یکیش خراب شد دیگه‌اش خب مردم میگه لمس سری که از زبانم خارج شد. انشالله همکاری مردم با ما باشه، ما با مردم همیشه همکار هستیم. پیشتر شما که مثلا گفتین که مخصوصا برای افغانای ما شما میفهمید که برنامه ما بسیار بیننده‌های ایرانی هم دارن و بسیار بیننده‌های پاکستانی دارن. واقعا اینا ما دعوت میکنیم که اگر کنسرت بود ایرانی هم میتونن بیان. مشکل نیست. خیلی منظور ما چون احساساتی شدم برای مردم افغانی خود دعوت میکنیم. خب کنسرت چی افغانی به، چی ایرانی به، چی پاکستانی به. من برای مردم افغانی خود گفتم. اون مردم هم میتونن اشتراک کنن. خب این صرف برای افغانی هست. منیر جان گل، خودت تا حال کدام کنسرت داشتی؟ در افغانستان ما در 13 ولایت کنسرت داشتم. بسیار عالی. در 13 ولایت افغانستان ما کنسرت داشتم. بس از سرپل شروع کردم، شبرغان، خوی، کابل، طرف بادغیس رفتم، طرف قندار رفتم، هلمند رفتم،
طرف ایراد کنسرت داشتم. کنسرت ایراد ما نشد، باز بادغیس رفتیم در کنسرت. وقت پسته بود. من 13 ولایت کنسرت داشتم، کنسرت دوره‌ای بود. دیگه بسیار خوش گذشت این کنسرت. و یگانه کنسرتی که فراموش نمیکنم کنسرت بادغیس است. بسیار بادغیس. اما تصویرش پیشم نیست، بسیار جگرخون هستم. که اون کنسرت بسیار لذت بردیم، بسیار مزه کردیم همراه تاجان شوقی و سهیل جان طبیب زاده. بسیار مزه کردیم. پس شما سر استیجتان بودین و مردمتان لایف دیدین. فقط آرزوی شما است که مردم شما را در خارج ببینید. ان شاء الله. ان شاء الله حتما کنسرت ها مردم ما به حد دوستان هنرمندای خدا امیدوار هستم همونطور که خاطرهای خوش از افغانستان به کنسرت هایتان داشتین، خاطرهای خوش اینجا هم داشته باشین و ما رو یادتان نره دعوت کنید که ما یک برنامه تلویزیونی از خود کنسرتتان برداریم ان شاء الله که ما یادتان نمیریم. شما کسی هستین که ما شما دوستان بسیار عمیق هستیم. چند سال پیش بودیم دوستان در فیسبوک، دوستان فیسبوکی هستیم. تا زمان خودم من نزدیک دیدم دیگه، حالا معرفت ما بیشتر شد. شما خیلی خیالمون نمیرین. زنده باشید. حتما شما در کنار ما هستین. شما نباشین کنسرت چطور باشه؟ تشکر، لطف دارین. ان شاء الله ما نمیمانیم که شما کنسرتتون رو پیش ببرید. تصمیم دارین که بعداً ما تو نام نمیگیریم، یعنی دمی جشنواره هایی که مسابقاتی که هست، اگر چی که ما بارهای مثلا گفتیم بردن یا باختن یک چیز معنی نداره. اگر یک انسان شما اگر یک داره گلاسه که بر شما توفه کسی میته یا یک چیزه، این معنی از این نیست که شما یک چیز بهتر میخوانین یا بدتر میخوانین، یک کسی که نمیگیرن. اما یک جنبه تشویقی است که هنرمندا یا گنده با هم یک جای جمع میشن و یک شب بسیار خوش می‌داشته باشن. تصمیم دارین که در آینده یک برنامه‌ها را، یعنی با این برنامه‌ها اشتراک کنین؟ ان شاء الله بخیر. ان شاء الله تصمیم دارین. حالا زمانی که صبح آمدیم ان شاء الله کوشش میکنم زیاد با مردم خود کار کنم. زیاد میخوایم که از طریق هر چینل، از طریق هر تلویزیون، از طریق هر رسانه میخوایم با مردم خود ظاهر شوم. ما میخوایم با مردم خود زیاد کار بکنم و این برنامه اوارد شویی که چیز میشن برگزار میشن دیگه میخوام من اشتراک کنم. واقعا بینندگان عزیز، منیر جان بسیار یک بچه مردمی هستن. من امروز اگرچه که کارم میرفتم فقط برش 2 روز پیش فکر میکنم زنگ زدم برش گفتم که نموت یک مسئله پلان شده و خودت میایی، اگرچه که مشکلات هم هست چون نو آمدن اینا، مگم امروز حاضر شدن آمدن، خودشان آمدن اینجا که با ما باشن، با شما باشن و شما اینا رو از نزدیک ببینین. امیدوار هستم که همیشه اما تو قسمت که هستین باشین که فکر میکنم هستین. یک هنرمند شما میفهمین خودتانم که اخلاق هنریش واقعا بسیار ارزش داره برای مردم. هر چی که آدم بالا باشه اگر برای مردم خود نباشه، همین مردم است که ما شما را میسازه. اگر اون مردم ما را نباشه، ما باید نزد مردم نباشیم، پس هیچ چیزی نیستیم. این مردم است. بله. وقت زمان یک آوازخوان مثل که آواز میخوانن برای مردم خود میخوانن دیگه. اگر ما به خود اگر بخوانم در خانه میرم میشینم به خود میخوانم، اما ما به خود نمیخوانم، ما به مردم خود میخوانم. ما مردمی هستم. یک کس مرا دید در آلمان گفت منیر شادمان واره هستی؟ چیه تو منیر شادمان میبینم؟ نیستم، خودش هستم. واره نیستم، او واره نیستم، خودش هستم. بسیار جالب بود بسیار جالب. این بسیار جالب بود. خب این چیزا واقعا یکان دفعه آدم چی میشه، چون برنامه ما از امریکا نشر میشه. بسیاری وقتا که مردم ما مرا میبینن باز رقم میگن تو در امریکا بودی اینجا چی میگن، یک دفعه گدوت میشن. درست است برنامه از امریکا نشر میشه مگر خودم همینجا هستم. خب ما شما در هر قسمت دنیایی که هستیم با مردم خود هستیم و ما از مردم خود خوش هستیم. یگان کورسای آلمانی رو شروع کردی یا نکردی منیر جان؟ تا هنوز کورسای آلمانی شروع نکردیم. پیش خود یکم سکار هم که رفیقایم که دوستایم واقع میرن کورس میرن پس میان برنامه میتن یکم میگم سکایش بسیار کوتاه یکم سکایی که بسیار جزئی مثلا چی بود؟ مثلا خدافیزی که میگن چوز ما غلط اگه نگویم. نه درست. خاطر که اونا گفتن ما با شما تکرار میکنم. دیگه صبح بخیر تا گود ماگن میگن. بله. شب بخیر تا گودن نخت. خود فکر میکنم. مثلا تلفظ ما خیلی نیست خب. چون نه واسه. ان شاء الله میای اساسا. شما میبخشید دیگه. خب یکم سکای دیگه شما ان شاء الله یاد میگیرید. خب ان شاء الله ببینید دیگه کدی ما قیام گرفتن بخیر شش ماه بعد با کامل. کدام شهر را رفتین تا حالا؟
کجا رفتیم؟ خب فرانکفورت رفتیم. بله. دیگه واقعا جایش بلد نیستم. گیسن رفتیم. اما تو فکر میکنم. بله. وسلر رفتیم. بله. دیگه هم شاید کوچک شهر کوچک نیست و بسیار کلان است. برای من جالب است. من میخوام دیدن کنم. دیگه تانوس یه سری رفتیم. بسیار عالی. بسیار عالی. خب خوش هستیم که شما را با خود داریم. در بین مردم خود داریم. شما در هر قسمت دنیا که باشین با مردمتان هستین. تصمیم دارین که کدام سی دی یا DVD درست کنین یا نه؟ انشالله بخیر انشالله زندگی بود. ما پلان دارم که 12 پرچنگم جور شده. حالا 6 پرچنگ است. یک آلبوم بخیر بسته کنم و انشالله برای مردم خود تقدیم کنم. ما این بارها با هنرمندا گفتیم چون میفهمید که کار شما خود میفهمید که من کار دوام رسمی دارم و کار بسیار جنجالی است. 7 روزه در هفته کار میکنم و اگرچه خوش هستم بین مردم خود هستم با افغانا هستم، اما این یگانه موقعی که من پیدا میکنم که موزیک بشنوم دمی وقتی که در موتر آدم در رایف میباشم میتونم اونجا من سی دی ها رو بشنوم، یک دیفاودی میمونم بشنوم. به حد خوش میشم اگر یک سی دی از شما داشته باشیم که بتونیم بشنویم. ان شاء الله یک توفیق و چیز براتون تقدیم میکنم ان شاء الله. بس زنده باشین، خیر ببینید. یک شما لطف میکنین، گوش میکنین، وقتتون رو ضایع میکنین. حتما من خدمتتون هستم. واقعا جالب است. خب آهنگایتان ما شما یک مشکل بسیار کلان داریم. کسایی که در تلویزیون کار میکنه یا کسایی که آهنگ میسازن که هر چیز از مصرف شخصی خود باید شد. یک مشکل بسیار کلان است. ما شما اگر از طریق تلویزیون آدم به حساب بگوید که اگر این هنرمندای ما بتونن که اسپانسر پیدا کنن یا می برنامه‌های تلویزیونی، مثلا من بسیار کسا میگن برنامه تا مثلا اتوبوساز و یک ساعت اتوبوساز، شما میفهمید که هر برنامه از خود مصرف داره، بودجه کار داره و اگر کسایی هستن که واقعا میخواین که برنامه‌های ما مثلا زیادتر شما وقتش یا بهتر و خوبتر شون میتونن که اسپانسر شون یا مثلا مدیرجان امیل آمدن. فکر نکنم اینا خب شما میفهمید که یک آهنگ جور کردنش بسیار مشکل است. مثلا پولش باید خدا در خودش بده. اگر میخواین که مدیرجان آهنگای خوب براتون تقدیم کنه پس اسپانسرش لطف میکنین. ما میشه اسپانسرانی که جور کردیم از بودجه خودم بوده. بله. از بودجه شخصیم بوده. تقریبا هر پرسانی که ما حساب کردیم چون هنوز کوشش کردیم که کم مصرف باشه. بله. در حدود $4000 در یک آهنگ مصرف شده. بله. شش پرچنگ جو که نمیفهم $25000 بشه، $30000 بشه. از کی بگیرم پیسه را؟ راست میگید. والا یک وقت میگم با خودم سوال میکنم از کی بگیرم پیسه را. خیر همین که مردم گوش میکنن، همین که مردم تشویق میکنن، این برای ما یک دنیاست. آوازخوان به نظر شخصی من خودم اگه آوازخوان هستم، من از مردم خود نه پول تقاضا دارم، نه نام تقاضا دارم، نه جای تقاضا دارم، فقط مرا تشویق کنن بس خلاص. درسته. واقعا یک مشکل بسیار کلان است. در سابقه وقتا ما افغانستان مثلا نبودیم یا که اگر بودیم هم خورد بودیم تلویزیون ها اینا اما مصارف هم میبرداشتن. مثلا آهنگ ثبت میشد، حتی پول هم میگرفت آوازخوانا، برنامه سازا، نطاقا. اما حال اما چیز باید شخصی درست کنیم. وقت بگیرید مثلا ما امروز این از کار آمدیم اینجا برنامه ما ثبت میشه پس باید خود ما بریم خود ما بیایم. خب همین که مردم ما برنامه ما رو سیر میکنن و تشویق میکنن همین یک دنیای بسیار کلان است و ما اینمی که در بیرون تشویق میشیم و هر کدام میان و میگن که افتخار بزرگ یعنی واقعا آدم احساس خوشی میکنه. نظر شماش بیشتر شما گفتین که هر آهنگ مصرف بسیار زیاد داره. نظر خودت دمی اضافه خرچی بسیار زیاد برای آهنگ، مثلا یگان آهنگ هست که بسیار ویدیوهایش بالا ثبت میشه بسیار قیمت، آیا مهم است که یک ویدیو قدر باید قیمتی ثبت شوه یا ای که خود آهنگ کوالیتیش بهتر باشه بهتر است؟ به نظر شخصی ما بازم سر کدام هنرمند ما خلاصه بد نخوره گفت من به نظر شخصی من ضرور نیست که کلیپ باید بسیار قیمتی باید ثبت شوه، بسیار قیمتی باید ثبت شوه، بسیار چیزا باید مصرف کنیم. فقط در آهنگ شعر مهم است، کمپوز مهم است و خود آوازخوان مهم است. زمانی که تو آهنگ میخوانی شعر کمپوز آهنگ مهمتر مقبولتر باشه، شیرینتر باشه، موسیقیش جالب باشه. من شخصا خودم مقصد تصویرش نیستم، اما تصویرم رول داره، تصویر باید خوب باشه اما اونقدر گزاف نه که مثلا خودمون کمر شکن شیم. بله یکی تصویر است منیر جان که آدم یک کوالیتی بسیار خوب تقدیم میکنه. یک مثلا ویژگی درست میکنه که همون
آهنگش به حساب تمثیل شود. یک سناریو جور میکنن، یک بله. قصه جور میکنن. اما یگان چیزای مصارف است که مثلا هنرمندایی که اصلا آواز هیچ درک نداره. یعنی من براتون واضح میگم، مگر اینکه من خودم هیچ وقت برنامه مرا کلی میفهمه که بازی هیچ هنرمند نبوده و یک برنامه است که برای مردم است و هر هنرمند در از این پروگرام برشان باز است. اما یک کشتی را مثلا نمیفهم که کرا گرفتن یا مثلا طیاره ها را کرا گرفتن یا این مسائل. به نظر من آهنگ، کوالیتی آهنگ، شعر مثلا بسیار مهم است. مثلا این آهنگ بیاباران شما را و امثال از آهنگ دیگه تانم این نیست که تنها این دارم، من بسیار لذت میبرم. روز 2 دفعه 3 دفعه من آهنگ پلی میکنم، میشنوم، چون شعرش بسیار عالی است. وقتی که آدم میشنوه کوالیتی شعر، مثلا آهنگ، هیچ چیزا بسیار رول داره. اگرچه شما این ویدیو درست کردین، یک سناریو درست کردین، اما به نظر من اگر توجه زیاد و بیشتر شد آواز، شعر مهم است و موسیقی و کاپی نباشه. این بسیار مهمتر از نسبت به یک آدم یک ویدیو درست کنه. ویدیو گزاف بسیار قیمتی و ایجاد کنه. به نظر شخصی من یک ویدیو داشته که مردم سب تماشا کنه و از آواز لذت ببره. بله. اما سب شعر آهنگ، کمپوز آهنگ، موسیقی آهنگ و خود آوازخوان مهمتر است از کنش برای. مثل که یکی از هنرمندای سابقه ما شما یا هنرمندای پرکار ما شما گفتن که آن آهنگا دیدنی شدن، شنیدنی نیست. باید ببینی. یا یگانه چیزی که مرا شاید در نظر من خودتان باشی جانگال که مرا زیاد واقعا رقم خنداده، ما مردم بسیار تقلیدگر هستیم. مثلا شما یک آهنگ درست میکنید، مثلا یک سناریو رو میارید، مثلا یک آهنگ از هنرمند بسیار خوب ما بود که نام نمیگیریم، یک آهنگ بسیار مقبول محلی درست کرده بود و در اونجا یک دخترک با یک لباس محلی رقصیده بود، بسیار مقبول. و آهنگ بسیار گلام کرد، بسیار زرزبانان بود. بعد از اون هر کس کپی کرده رفت. اما آهنگ کپی کشیده رفت، آخر از اون یک چیز جور شد. آهنگ خراب شد بیخی. که از اون باز یک کمدیان جور کرد. اینی چیزا باید آدم کوشش کنه که خود نظر باشه. میگم به نظر من فهمیدن یک هنرمند که آهنگ جور میکنه و آهنگ گل میکنه و یک هنرمند دیگه فکر میکنه که اگر هم شکل می آهنگ بکنم شاید آهنگ من گل کنه. اما این آدم که آهنگ جور میکنه برای که آهنگ گل نمیکنه و او آهنگ خراب میکنه. واقعا آهنگ اصلی هم خراب میکنه. ما یگانه چیزی که در این قسمت میگیم که می تقلید، مثلا احمد زاهد بزرگترین آوازخوان ما بود، سالهای سالمه. او یک انسان بود که در 100 سال یک هنرمند پس اون هنرمند دیگه پیدا میشه و اون هنرمند تا جایی که من شنیده بودم هیچ وقت حسادت به هنرمندایی نبود که بعد از اون میآمد. همیشه کمکشان کمک میکرد. یک وقتی که هنرمندایی که آوازش کاپی میکردن او را گفته بود که من کمکت میکنم و خود از هنرمند گفت اما تو کوشش کن خودت نام خودت بکشی، منشی، از من کاپی نکن، چون امازون یک دفعه است، نمیشه که بارها باشه. بعد از امازون ما تو کسایی رو شنیدیم که 100% آواز احمد زاهد را داشته، احمد زاهد نشد احمد زاهد، اون هیچ امکان نداره. آدم باید هر کس کوشش کنه. اما ما افغان‌ها متاسفانه همین عادت ما اگر در خانه یک نفر میریم یک گیلاس میبینیم باید هم گیلاس ما هم داشته باشیم. موتر داشت ما موتر داشته باشیم. اگر نمیفهم اولاد از اون تپ خوان باید اولاد ما تپ بخوانه. یا مثلا این کاپیگری باید کوشش کنیم که بتونیم.